بزرگترین رکورد گینسی که مردم به اسم خودشون ثبت کردن. بریم با هم دیگه ببینیم. بلندترین طول ناخن که حدود 8.6 متر بوده، 8 متر رو اصلا بیانم شاهکاره. 8 متر آقا، حدود 8 متر ناخن بوده کسی به اسم لیچاون از آمریکا، یعنی 8 متر ناخن داشته. خیلی برام سواله چجوری مثلا میره دستشویی خودشو ببین در جریان این دیگه. بلندترین موجه مصنوعی دنیا که به طول 6 متر بوده و روی چشم مصنوعی هم نصب شده. بزرگترین آدامس جویده شده که توش فوت کردن باد شده حدود 54 سانتی متر بوده. سریعترین و طولانی ترین مقدار پشتک زدن یه نفر اینجا پشتک زده توی 1 دقیقه، حدود بیش از 50 تا پشتک کامل توی 1 دقیقه یه نفر زده و خیلی دوست دارم بعد از اینکه تموم شده چه حسی داشته. بلندترین موی ثبت شده توی گینس برای جیانگ لیانگ چین بوده. جیانگ لیانگ از چین بوده، اصلا حدود 5.5 متر بوده و بیشترین تعدادی که یه نفر پشت هم روی هم تیشرت پوشیده 263 تا یه نفر تیشرت پوشیده، یعنی ابعادش. بلندترین زبانی که یه نفر داشته جولی تپس از آمریکا با طول زبان 10 سانتی متر 10 سانتی متر زبان و